در زبان فارسی ما حتی زن و مرد رو هم دیگه جدا نکردیم. حالا خارجی‌ها واسه ما فاز روشنفکرار در میارن، فاز حمایت از زنان رو گرفتن. حتی برای ضمیر سوم شخص ما میگیم او وقتی میخوایم یکی رو صدا کنیم. خارجی‌ها میگن هی و شی، یعنی اوی مردانه با اوی زنانه متفاوته. تازه تو زبان فارسی وقتی ما بخوایم به جنسیت اشاره کنیم، اولویتمون با زنانه. مثلا ما میگیم خواهر و برادر، اونا میگن برادر اند سیستر، یعنی برادر اوله. ما میگیم زن و شوهر، اونا میگن هازبند اند وایف، دوباره هازبند اوله. ما میگیم زن و مرد، اونا میگن من اند ویمن، یعنی دوباره مرده اوله. تازه تو ساختار کلمه هم اونا میگن وومن، یعنی جدا نشده این مرده، یه دبلیو چسبیده بهش، یعنی باز مرد سر جاشه، ولی ما میگیم زن و مرد. کلا دو تا کلمه جداست. اصلا ازدواج زن و مرده میشه زن و شوهر، یعنی شوهر تغییر کرده، زن ثابت مونده، اینقدر ما به زن اهمیت میدیم. اونور دوباره میگن هازبند اند وایف. آخ این کلمه ضعیفه، اینم از زبان عربی اومده، قدیمی‌ها استفاده میکردن، اصلا مال زبان فارسی نیست. کلمه بشریت، ما میگیم بشریت، خارجی‌ها میگن منکایند، یعنی باز از کلمه مرد استفاده شده برای بشریت. حتی ما میگیم زبان مادری، نمیگیم زبان پدری. شاهنامه رو بخون، کلی بیت داره که از زن‌ها تمجید کرده. گردآفرید و رودابه و تهمینه، ستاره دختر، دریا دختر، ساحل دختر، ماه دختره. و اصلا شاید به همین دلیله که ما وطنمون رو مادر خطاب می‌کنیم و اسم دخترانمون رو می‌ذاریم ایران. برای هر اتفاقی یه جوابی هست. اینجا به همه اتفاقات جواب میدیم. حتما پیجمو داشته باش.